ویدیوی شماره 3. زیر سن قانونی بدون همراه. اگر تو زیر سن 18 سال هستی، در ایتالیا مینوره یا مینورنه نامیده می شوی که معنی خردسال را می دهد. اگر تو زیر سن 18 سال هستی و تنها به ایتالیا مسافرت کردی و یا همراه با والدین خود کشورت را ترک کرده و در راه جدا شده باشی، به عنوان فرد زیر سن بدون همراه، اون مینور نون اکومپانیاتو شناخته می شوی. وقتی به کوستورا برای بار اول می روی، باید بگویی که مینور هستی. اگر خانواده تو در ایتالیا یا در یکی از کشورهای اروپایی زندگی می کند، به پلیس بگو. ممکن است که با خانواده تو تماس برقرار شود و بفهمند که در کجا هستی و اگر برای تو امکان داشته باشد به آنجا بروی و با آنها زندگی کنی. کوستورا به دادگاه یا محکمه و قاضی اطلاع می دهد که تو تنها به ایتالیا رسیده ای. قاضی کسی است که در دادگاه کار می کند تا از حقوق تو محافظت نماید. اگر بدون همراه باشی، قاضی در مورد تو تصمیم های مشخص می گیرد. مثلا قاضی تصمیم می گیرد که سرپرست و یا همان توتور تو کی باشد. بر اساس قانون قاضی باید به زودی توتور تو را انتخاب کند، گرچه بعضی اوقات ماه‌ها می گذرد تا قاضی تصمیم بگیرد. توتور یک فرد بالغ است که مسئولیت تو را بر عهده دارد. به این معنی است که وقتی والدین تو همراه تو نیستند، توتور تمام اسناد تو را امضا می کند. بعد از اینکه توتور به حرفهای تو گوش کرد، می تواند برای تو درخواست پناهندگی کند. توتور همراه تو زندگی نمی کند، اما اگر می خواهی به کوستورا بروی یا درباره مدارکت احتیاج به اطلاعات داری، تو می توانی با او تماس بگیری. کوستورا و قاضی، توتور و محکمه اطلاع می دهد که به کدام اسپرار برای زندگی کردن می روی. اگر زیر 18 سال هستی و در ایتالیا تقاضای پناهندگی می کنی، حق ورود به سیستم پذیرش پناهندگان و پناهجویان را داری. یعنی به مرکز پذیرش اسپرار می روی و اگر در اسپرار جای نباشد، تا زمانی که امکان پذیرش در اسپرار فراهم گردد، در یک مکان موقتی ساکن می شوی. بر اساس قانون نمی توانی بیشتر از 60 روز در مکان موقتی باقی بمانی. در این مکان امکان دسترسی به یک شخص را داری که می خواهد بداند حالت چطور است، چرا کشورت را ترک کرده ای و در ایتالیا چه می خواهی انجام بدهی. اگر زبان این شخص را نمی فهمی، می توانی درخواست کنی که نیاز به یک مدیاتور کولتورال داری که برایت ترجمانی کند. اگر پلیس، قاضی یا توتور سن تو را باور نداشته باشند، ممکن است از تو بخواهد که تست پزشکی را انجام دهی. در ابتدا باید آنها نوع آزمایش پزشکی و دلیل انجام آن را توضیح دهند. آزمایش پزشکی برای فهمیدن سن واقعی تو می باشد. اگر دکتر بگوید که تو بالغ یعنی بالاتر از 18 سال هستی، باید به کارا بروی. حق اعتراض به تصمیم پلیس را داری و برای این منظور نیاز به کمک یک وکیل داری. حق داری به خانواده تلفن کنی. اگر شماره آنها را نمیدانی، نگران نباش. در اسپرار کسی است که برای یافتن شماره خانواده‌ات به تو کمک می کند. به عنوان یک مینوره، حق آموزش
و درس خواندن را داری و اجباراً باید به مکتب بروی.